بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درس امروزه ما در موردی الحديث الضعيف هست، حدیث ضعیف. ما در اولین صحیفه التذكرة في علوم الحديث هستیم که این کتاب امام ابن الملقن هست. شاگردانی که نو با ما شامل شدند از آنها خواهش است که شما درس‌های اولی را گوش کنید و در مورد مؤلف همین کتاب هم یاد بگیرید که کی بود، نامش چی بود، برای چی ابن الملقن گفته می شود و این کتاب در مورد چی فن هست، در مورد فن مصطلح الحدیث هست. پس ما از بخش صحیح گذشتیم، بخش حسن را هم تمام کردیم و اکنون به بخش ضعیف داخل می شویم. از جهت متن خودی همین کتاب التذکره فی علوم الحدیث میبینیم که مؤلف خودش میگوید که والضعیف ما لیس واحدا منهما، یعنی که ضعیف آن است که هیچ یک از آنها نیست. آنها به چی اشاره میکند؟ به صحیح و حسن. یعنی که از جهتی، اگر من راستش رو بگویم، از جهت تعریف خیلی تعریفی مغلق هست، خیلی با اختصار هست، خیلی کوتاه هست و از این سبب زیادی وقتی که تعریف اینقدر کوتاه باشد، اینقدر محکم باشد، برای ابتدا کننده خیلی مشکل هست، دشوار می شود. پس برای همین سبب هست که من خودم با کم ترک تفصیلات این بخش رو می فهمونم. پس الحدیث الضعیف از جهت لغتا چی رو گفته می شود؟ الضعیف ضد القوی. ضعیف مقابل قوی هست، یعنی از جهت لغویش، معنای لغویش. و یقال ضعف الشیء، و یعنی بعض وقت احیانا گفته می شود ضعف الشیء، چیز ضعیف شد. یعنی ضعف چی معنا دارد؟ ای هزل او مرض، یعنی که چیز ضعیف یا بیمار شد، کمزور شد. خب این بود معنای لغویش. اما برای ما مهمتر کدامش هست؟ معنای اصطلاحی. پس از جهت اصطلاح محدثین، الضعیف هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث المقبول. حدیثی ضعیف حدیث است که یکی از شرط‌های حدیث مقبول را از دست داده است، یعنی گم کرده است. و چنانه که شما میدانید که الحدیث المقبول به کدام نوعی یا به کدام اقسام حدیث اشاره هست؟ به قسم حدیث صحیح و قسم حدیث حسن. یعنی که وقتی که 5 شرایط صحت نباشد و این چنین یعنی 4 شرایط حسن هم نباشد، از این شرط ها کمبودی داشته باشد، این را حدیثی ضعیف گفته می شود. یعنی که حتی چنانی که می دانید فرق بین صحیح و حسن این است که در حدیث حسن از 5 شرایط در یک شرط کمبودی هست، کمزوری هست. یعنی که یک یا بیش راویان آن سند حافظه آنها کمزورتر هست، ضعیفتر هست، سستر هست. اما یعنی خاطره یا حافظه بد ندارن، فقط حافظه متوسط دارن، حافظه دارن که سست هست از یک جهت تا یک درجه. برای همین است که حدیث از درجه صحت به درجه حسن پایان می شود. وقتی که یعنی در این شرط هم، در شرط خاطره قوی داشتن یا خاطره متوسط داشتن، وقتی که در این شرط هم کمبودی باشد یا در 4 شرایط دیگر که من به شما گفته بودم در بخش صحیح، وقتی که در دیگر 4 شرایط هم کمبودی باشد، حدیث به درجه ضعیف پایان می شود. اکنون حدیث ضعیف چند اقسام دارد، کدام حدیث ها در تحت این نوع داخل می شود؟ شما این خریطه رو نظر کنید. من PDF همین خریطه رو که به زبان عربی هست، تقسیماتی یعنی حدیث رو با پررگی نشان می دهد. من به شما در در کانال دارول علم روان کرده بودم. در زیر هشتگ مصطلح الحدیث هست، موجود است. شما بگیرید، پرینت کنید، چاپ کنید اگر کرده می توانید. و این چنین ترجمه اش را هم برای شما گذاشتم که استاد معاد نوری این را تهیه کرده است. به هر حال اولا به عربی نظر کنید. بخش مردود، یعنی که حدیث پیش از این که به ضعیف و حسن و صحیح تقسیم شوند، عموما چی میکنن علما؟ اول حدیث رو به دو تقسیم میکنند: حدیث المقبول و حدیث المردود. یعنی حدیث هایی که قبول میشوند و حدیث هایی که یا نوعی حدیث هایی که قبول میشوند و نوعی حدیث هایی که رد میشوند.
یعنی که این هر دوی این گروه یا این تقسیمات ما تحت الحدیث یعنی باعتبار القبول و الرد داخل می شود. اگر به یاد داشته باشید در درس اولی وقتی که من تقسیمات حدیث رو به شما پیش کرده بودم، در آنجا یک جهت هست، یعنی که از یک جهت حدیث تقسیم می شود، از جهتی حدیث باعتبار القبول و الرد. پس از آن جهت وقتی که ما نظر می کنیم به این دو تقسیمات تقسیم می شود و ما تحت مردود کدام اقسام داخل می شود؟ همه این اقسامی که در اینجا می بینید همه اینها داخل می شود. اما پیش از آن که به این تقسیمات داخل شویم، ببینید که حدیث رو پیش از آن که تقسیمات و نوعهای حدیث های ضعیف رو بیارند، چی میکنند؟ به دو تقسیم میکنند، به دو نوع تقسیم میکنند. حدیث از جهت رد شدن بسبب طعن فی الراوی، از سبب طعنه در راوی، و از سبب سقط از اسناد، وقتی که یکی از راویان ساقط شود از اسناد، و بعداً نوع احادیث ضعیف رو پیش میکنند. خب پس در اینجا ببینید که چی گفته شده است: ما لم يترجح صدق المخبر به بأن فقد شرطا من شروط القبول ويعبر عنه إجمالا بالضعيف والضعيف ما لم يجمع صفة الحسن. راست گفتنی یا صدق یعنی صداقت، یعنی که صادق بودنی، راستگو بودنی مخبر، یعنی که کسی که راوی هست، کسی که خبر رو پیش میکنند، در این بخش راجح نیست. یعنی که راوی صادق بودن یا راستگو بودن راوی در این بخش راجح نیست، مرجوح است. یعنی که در این بخش راویان این اقسام حدیث راستگو بودنشان ثابت نیست و راجح نیست. یعنی که آنها احتمال بیشتر هست که آنها یا خبر را راست نگفتند، راست پیش نکردند، یا اینکه آنها خطا کردند در پیش کردن خبر. بعد یعنی برای واضح‌تر چی نوشته شده است که یکی از شرط‌های حدیث قبول را گم کرده است و برای همین این را حدیثی ضعیف گفته می شود. زیادتر و بیشتر مختصر کرده اگر گفته شود ما لم یجمع صفت الحسن، یعنی که آن حدیثی که صفت حسن را جمع نکرده است، به خود نگرفته است. برای چی حسن میگوید؟ برای که اگر 4 شرایط حسن را اگر در بر نگیرد، اگر نداشته باشد، این ظاهر است که البته که صفتهای حدیث صحیح را هم در بر نمیگیرد. از این سبب در اینجا نوشته شده است که حدیثی که صفتها یا شرایط حدیثی حسن را پر نسازد. فهمیدید؟ اکنون نظر کنید، یعنی آسان‌تر است که ترجمه اش را نظر کنید. مردود میتواند به دو قسم تقسیم شود: مردود با سبب ساقط شدن یک راوی یا زیادتر، و مردود با سبب طعن در حق راوی. پس باز هم زیادتر یعنی تقسیم می شود در این بخش، در بخش سقط از اسناد، بعد سقوطی خفی می شود و سقوطی ظاهر. بعد انشاءالله ما آهسته آهسته در این بخش ها داخل می شویم. اما حالا ما تماما همین بخش را که در ما تحت مردود داخل می شود و یکی از نام دیگر برای مردود چیست؟ ضعیف. خوب، برای همین است که همه اینها ما تحت عنوان ضعیف داخل می شوند و از همین سبب وقتی که امروز شما بخش ضعیف رو یاد میگیرید، یعنی که شما حالا یعنی نوعی یا قسمی همه اینها رو یاد گرفته ایستادید. خوب، برای همین داخل می شویم و نظر میکنیم به مثال حدیثی ضعیف. خوب، تا حال باید ظاهر شده باشد، واضح شده باشد که حدیثی ضعیف آن حدیث رو گفته می شود که اولا 5 شرایطی صحت را در بر نمیگیرد، ندارد، پورا نمی کند، و این چونین 4 شرایطی حدیثی حسن رو نیز پورا نمی کند. یعنی که حتی به درجه حسن هم نمی رسد، که می دانید که حدیثی حسن آن حدیث رو گفته می شود که 4 از 5 شرایط صحت را پورا می سازد و در 5م شرطش کمبودی دارد. و این 5م شرط کدامش هست؟ شرطی کامل الضبط داشتن، یعنی که خاطره کامل داشتن. در این بخش حدیثی حسن چی هست؟ کمزور هست، سست هست، کمبودی دارد و یک یا بیش راویان حدیثی حسن خاطرشون سستر هست از درجه کمال، خفیف الضبط هستند، یعنی خاطره آنها سستر هست، کمتر هست، اما بد نیست و یعنی خاطره ضعیفی شدید ندارند. خوب، پس مثال رو نظر کنید.
ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت میکند از طریقی کی، یعنی که از سندی کی، یعنی که خودش از استادش شنیده است و استادش از استادش شنیده است و ای تا آن کی به یعنی حکیم الاثرم میرسد، یعنی که از طریق حکیم الاثرم روایت کرده است و این شخص از ابو تمیمه الهجیمی روایت میکند و آن شخص از ابو هریره رضی الله عنه که صحابی میباشد روایت میکند و صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که به زنی حائض یعنی رابطه میکند یا با زنش از راه عقیب رابطه میکند یا نزد کاهنی میرود، او به آن چیزی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کفر ورزیده است. این است مثال حدیثی ضعیف. از چی نگاه پس نظر میکنیم که خود امام ترمذی چی گفته است و چی خیلی فهمونده است. نظر کنید امام ترمذی چی گفته است؟ قال الترمذی، امام ترمذی چی گفته است؟ لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعف محمد الحديث، يعني محمد البخاري، الحديث من قبل إسناده. ترجمه از چیست؟ بعد از آن که امام ترمذی این حدیث را اخراج کرده است، یعنی که وارد کرده است در کتابش، یعنی روایت کرد، چی گفت؟ لا نعرف، ما این حدیث را فقط از روایت حکیم الاثرم از ابو تمیمه الهجیمی از ابو هریره میدانیم، میشناسیم. و بعد از آن چی میگوید؟ یعنی که بر این حدیث فقط یک سند وجود دارد. و بعد از آن چی گفت؟ که محمد، یعنی که محمد البخاری، امام بخاری نامش محمد ابن اسماعیل هست. خب محمد البخاری این حدیث را از سبب اسنادش ضعیف شماریده است. و برای چی ضعیف شماریده است؟ باز هم یعنی همون شرطی که گم شده است از شرایط صحت و حسن با ما ذکر نشده است، با ما واضح نیست حال. برای همین است که خوب هست که ما این مثال را برای شما از کتاب شیخ محمود الطحان تفسیر مصطلح الحدیث پیش میکنم که در آنجا شیخ محمود خودش میگوید که قلتو، من گفتم، من میگویم، لأن في اسناده حکیما الاثرم وقد ضعفه العلماء فقد قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب فيه لين. چی میگوید؟ که من میگویم این از آن سبب هست، یعنی که از آن سبب ضعیف هست چون که در سند این حدیث حکیم الاثرم وجود دارد و همین هست راوی که یعنی در اینجا ما مشکلات داریم با همین راوی هست که کمبودی دارد و علمای حدیث او رو ضعیف شماریدن. از چی سبب؟ از سببی که مثلا حافظ ابن حجر الاسقلانی در تقریب التهذیبش چی گفته است درباره همین راوی؟ که فیه لینون معنای این است که در او سستی هست، یعنی که از جهتی میتونه از جهتی خاطرش باشد، یعنی لین اینقدر سستی هست که یعنی به درجه این حدیث رو به درجه حسن نمیرساند، یعنی که خیلی زیاد سستی دارد. یا میتواند این سستی از دیگر جهت باشد، از جهتی یعنی دقیق بودن در روایت کردن و غیره و غیره باشد انشاءالله. و بعدا پس این شد مثال حدیثی ضعیف. خب امیدوارم که شما فهمیدید که از چی سبب هست که این حدیث را امام ترمذی مثلا ضعیف گفته هست و این چنین یعنی ضعیف نگفته است خودش، اما گفته است که یعنی امام بخاری این را ضعیف شماریده است و گفته است که چون بر این دیگر یگام خیل سند نیست، از همین سبب است که یعنی این بالا نمی شود به درجه حسن لغیره. اگر باید داشته باشید حدیثی که ضعیف باشد باز هم میتواند که قبول شود وقتی که بر آن سند دیگر سند هم وجود داشته باشد. اما اگر دیگر سند وجود نداشته باشد بر همون درجه ضعیفش یا ضعفش باقی میماند. اکنون بر این موضوع داخل می شویم که آیا عمل کردن بر حدیث ضعیف جایز هست یا نه، که این خیلی یک سوال مهم هست. پس سوال در اینجا این است که آیا عمل کردن بر حدیث ضعیف آیا جایز هست یا نه. متاسفانه من گفته ایستاده بودم که در بین شاگردان نه، اما در بین کسانی که خود را طالب علم میگویند اما علم نمی آموزند، در بین این خیلی آدما در این بخش خیلی سستی هست، یعنی از اصل بحث آگاه نیستند، از دلایل این بحث آگاه نیستند. درا میگویند که
نه فقط حدیث صحیح باید باشد. اگر حدیث صحیح نباشد تمام خط زده می شود، گویا که حدیث نیست به غیر از حدیث صحیح. چندین شرایط می تواند که حدیث رو ضعیف کند و بعضی شرایطش سستر هستن، آسانتر هستن از دیگر شرایطش، از دیگر نقطه ها. یعنی که بعضی وقت از سبب خیلی شدید و از سبب خیلی قوی حدیث ضعیف می شود و بعضی وقت از سبب های یعنی میده، از سبب های اونقدر کلان نه که آن سبب ها با واسطه تعدد طرق چی می شوند، یعنی آن سبب ها گم می شوند، آن سبب ها حل می شوند. بعضی وقت مثلا شما می دانید که اگر یکم راوی باشد که خاطرش خیلی ضعیف باشد و حدیث او را به درجه چی بیارد، به درجه ضعیف پایان کند، اما یک دو سه طریقه های دیگر باشد، سندهای دیگر وجود داشته باشد برای همان متن، چی میکند؟ حدیث آن راوی را بالا میسازد به درجه حسن لغیره که این درجه مقبول هست. پس این خیلی نیست که هر حدیث رو باید ما به سندش نظر کنیم و همین که سندی حدیث ضعیف باشد تمام حدیث رو خط بزنیم. این نادرست هست و این اصلا به خلاف دین کار کردن هست، به خلاف یعنی احادیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله کار کردن است. هر حدیث را باید تا درجه صحتش قدر داده شود. بله اگر ثابت شود که حدیث نیست، موضوع هست، بافته شده است، پس در آن وقت بله ما آن را حتی حدیث نام نمیگذاریم و او را خط میزنیم. اما اگر حدیث باشد که یعنی سست باشد از جهت اسنادش، پس ما او را به همون سستیش قدر میدهیم و بله یعنی در یعنی مسائل مهم همچون دلیل پیش نمی کنیم. پس پیش از آن که در این بخش داخل شوم که آیا استفاده کردن حدیث ضعیف آیا جایز هست یا نه و اختلاف علما رو در این بخش من بیان کنم، پیش شما دو کتاب را آوردم. این اولش در طرف راست کتابی شیخ محمد عوامه می باشد که یکی از محدثین هست، یکی از عالمان معاصری حدیث می باشد، یکی از عالمان حنفی یعنی حدیث می باشد، هم یعنی از جهت در فقه حنفی است و از جهت تخصص محدث می باشد که حالا در دولت ترکیه اقامت دارد و یکی از شاگردان شیخ عبدالفتاح ابو غده هست که اگر شما باید داشته باشید من درباره شیخ عبدالفتاح ابو غده نوشته بودم در کانال دارول علم که یکی از شیخ‌های حدیث و فقه هست، شیخ حلبی هست، چندین کتاب ها رو تصنیف کرده است و غیره. پس همین شیخ محمد عوامه انشالله یک روز درباره این شیخ هم می نویسم، شاگرد شیخ عبدالفتاح ابو غده است و این کتاب را در مورد حدیثی حکم العمل بالحدیث ضعیف تصنیف کرده است که همین حکم عمل کردن بر حدیث ضعیف چی حکم دارد تصنیف کرده است. پس من بعضی نقطه ها را از این کتاب پیش میکنم برای شما و بعضی نقطه ها را از این کتاب تصنیف شده شیخ عبدالفتاح قدیش الیافعی هست، یعنی که این یک شیخ معاصر هست، نمیدونم فکر نکنم این حنفی باشد، اما میدانید که در بخش حدیث ما با منهج محدثین کار میکنیم، پس فرق نمیکند که مصنف کتاب از جهت مذهبی فقهی کدام مذهب را پیروی میکنند. مهم همین است که منهج محدثین را، منهج عالمان حدیث را پیش کند. پس این کتاب هم خیلی کتاب مفید هست برای این بخش، حکم العمل بالحدیث ضعیف عند المحدثین والفقهاء، یعنی که حکم عمل کردن بر حدیث ضعیف در نزد محدثین و فقیهان، یعنی که با قول یا با منهج علمان محدث و علمان فقه، علمان حدیث و علمان فقه. پس نظر میکنیم اول در اینجا نظر کنید که من به 3 بخش تقسیم کرده هم. عمل کردن به حدیث ضعیف در عقاید، یعنی که در مسائل عقیده، عمل کردن بر حدیث ضعیف در احکام، یعنی که در حلال و حرام، در فقه، فهمیده؟ در فقه یعنی که در اثبات کردن حلال و حرام، اما همه بخش فقه نه، فقط در بخش حلال و حرام، در بخش فرض. وقتی که ما برای یک عمل میگوییم که فرض هست، واجب هست، یا برای یک عمل میگوییم که حرام هست یا مکروه تحریمی هست، در آن بخش من این را در نظر دارم با کلمه احکام. و این چنین در بخش فضائل، وقتی که ما فضائل میگوییم فضائل اعمال را در نظر داریم، یعنی که عمل کردن بر حدیث ضعیف در بخش فضائل اعمال، یعنی که وقتی که ما فضیلت یک عمل را ثابت میکنیم، برای ثابت کردن فضیلت یک عمل یا برای ثابت کردن یک دعا یا برای ثابت کردن یک قصه ها، ترغیب دادن یک عمل، ترهیب یعنی که ترس دادن برای وعیدها
و این گونه فنها و این گونه یعنی بخش ها، این رو بخشی فضایل اعمال گفته می شود. پس نظر کنید در عقاید به حدیث ضعیف عمل کردن جایز نیست. حتی این به منهج هم محدثین هست و هم یعنی فقیهان مذهب حنفی هم پیروی همین رو میکنند. در بخش احکام یعنی برای ثابت کردن حلال و حرام، طبق فهمیش علمای حدیث به حدیث ضعیف در احکام عمل کردن جایز نیست. و چون که شما حالا در این کتاب و در این فنی که می‌آموزید، این چون که باید ما این را طبق فهمیش علمان حدیث بفهمیم، ما باید از قول آنها هم با خبر باشیم که طبق فهمیش علمان حدیث آنها میگویند که در بخش احکام برای ثابت کردن حلال حرام، برای ثابت کردن حلت و حرمت، فهمیدید، جایز نیست که از حدیث ضعیف استفاده شود. اما من حسن لغیره را در نظر ندارم، چون که حسن لغیره مقبول هست. فقط آن حدیث هایی که ضعیف باشن، ضعیف جدا باشن و غیره، که شما حالا می‌آموزید که کدام حدیث را ضعیف گفته می شود، کدام حدیث را ضعیف جدا، از چی سبب ضعیف می شود و غیره. اما طبق فهمیش علمای فقه، یعنی که طبق فهمیش فقیهان فقها، هنگام نبودن دلیل قوی، یعنی هنگام نبودن حدیثی صحیح حسن یا نبودن آیت قرآن، مثلا عملی صحابه و متواتر و مشهور و غیره، یعنی که دلیل قوی نباشد، اجماع نباشد، از حدیث ضعیف استحباب یا کراهت، یعنی استحباب رو میدانید یک عمل وقتی که پسندیده شده باشد، یعنی که مستحب باشد، یا کراهت یعنی کراهت تنزیهی، کراهتی شدید نه اما خفیف، برای ثابت کردن استحباب یا کراهت ثابت کرده می شود. یعنی که حدیث ضعیف را برای ثابت کردن استحباب یا کراهت استفاده کرده می شود، استعمال کرده می شود و یعنی برای ثابت کردن همین احکامی چی؟ احکام یعنی فرض و حرام نه، اما فرض و واجب و حرام و کراهت تحریمی نه، اما برای ثابت کردن استحباب و کراهت تنزیهی. این چنین برای سنجیدن صحیحیت نوشتم، اما بازم صحت حدیث بین منهج محدثین و فقها در مورد بعض نوعهای حدیث، مثلا حدیث مرسل، فرق هست. یعنی که من برای شما این را فهمانده خواسته ایستادم که شما بفهمید که در بین علمانی که محدث هستند، در بین محدثین عالمانی را گفته می شود که آنها فقط با حدیث کار میکردند. کاری آنها تصحیح دادن و سنجیدن اسانید حدیث بود، نه فقه حدیث. و فقیهان چی میکردن؟ بعد از سنجیدن حدیث آنها با فقه حدیث کار میکردن، با فقه با احکام کار میکردن. پس بین این دو گروه علما فرق هست در منهجی، یعنی در منهج آنها در مورد سنجیدن صحت حدیث. پس فقیهان که بودن، فقهان، آنها بعضی دیگر شرایط ها را داشتن یا در بعضی شرایط های محدثین فرق میکردند. مثلا در مورد حدیث مرسل که شما انشاءالله می آموزید که چی را گفته می شود، محدثین حدیث مرسل را قبول نمی کردند، ضعیف می شماریدند. اما علمان فقها حتی از یعنی عصر اول، از یعنی سلف صالح، از دوران امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و غیره، آنها حدیث مرسل را قبول میکردند. مثلا امام ابو حنیفه و امام مالک و غیره حدیث مرسل را قبول میکردند. امام شافعی بود، امام احمد هم قبول میکرد. امام شافعی فقط با یک چند شرایط قبول میکرد حدیث مرسل را برای ثابت کردن احکام. فهمیده؟ چون که خیلی زیاد احادیث هست که مرسل هستند برای در بخش فقه دین ما. برای همین هست که چون که فقیهان برای ثابت کردن احکام دین، با ثابت کردن احکام دین کار میکنند، بعضی شرط های آنها فرق میکرد از شرط های محدثین. علمان حدیث یعنی کاری آنها ثابت کردن احکام نیست، کاری آنها فقط چی هست؟ یعنی سنجیدن سندهای حدیث که این حدیث صحیح هست، این حدیث ضعیف هست و غیره. آنها با فتوا کار نمیکردن. اما فقها با فتوا کار میکردن و برای آنها دلایل خیلی مهم بود که آنها با واسطه احادیث دلیل میگرفتن و کوشش میکردن به هر سوال جواب بیابند از دلایل های شرعی. پس برای همین هست که منهج فقیهان کمتر فرق میکرد. پس برای همین هست که بین علمان حدیث و علمان فقه در بخش یعنی عمل کردن به حدیث ضعیف در بخش احکام فرق وجود دارد. یعنی که علمان حدیث شدیدتر هستند و علمان فقه آسانتر میگیرند
بعضی شرایط های احادیث ضعیف را در بخش احکام، چون که یعنی ظاهر هست علمان حدیث اونقدر به حدیث احکام حتی ضرورت هم ندارن، چون که آنها کاری آنها استخراج کردن احکام نیست، اما علمان فقه آنها نیازمند دلایل یعنی بخش احکام هستند، چون که آنها از این دلایل احکام رو استخراج میکنن. امیدوارم که تاریخ این را کمک این تاریخ دارد این را فهمیده باشید. و اما آنها چنانکه که گفتم دلیل خود را دارند که برای چی این گونه حدیث های مرسل و غیره را قبول میکردند، چون که آنها خیلی نزدیک بودند به خیر القرون، آنها در عصرهای اول آمده بودند و حتی اگر کسی از سند یعنی چی میشد، اگر ساقط هم میشد یا تابعی می بود یا تبع تابعی می بود. مثلا خود امام ابو حنیفه تابعی بود، چنانکه که میدونید از دیگر تابعین حدیث ها رو شنیده است، از صحابه یعنی در این اختلاف هست، اما از بعضی صحابه و از اکثریت تابعین احادیث رو شنیده است. پس حتی اگر کسی هم اگر ساقط شده باشد، بیشتر احتمال به همین هست که آن شخصی مقبول هست، راوی مقبول هست، راوی با اعتماد و قوی هست. دقت کرد؟ برای همین هست که فقیهان وقتی که کمک چی میکردن، یعنی که آسانتر و یعنی ملایمتر میگرفتن این شرایط را، از این سبب بود که آنها در عصر اول هم بودن و برای استخراج کردن احکام بیشتر حدیث وجود داشته باشد، بیشتر حدیث قبول شود. اما در بخش فضائل چنانکه که در اینجا میبینید جمهور علمای حدیث و فقه بر همین قول هستند که به حدیث ضعیف عمل کردن جایز هست در باب فضائل. و چنانکه که من برای شما فهموندم فضائل کدام را گفته می شود؟ فضائل یعنی احادیثی که فضیلتی بعضی عملها را ثابت میکنند و مستحب بودن بعضی عملها رو ثابت میکنن، یا کراهت بعضی عملها رو ثابت میکنن، یا بعضی مثلا قصه ها رو ثابت میکنن، بعضی دعاها رو ثابت میکنن. این حدیث ها در بخش این حدیث ها و این حدیث ها را حدیث های فضائل گفته می شود و در بخش این حدیث ها این گونه حدیث ها علمان حدیث و فقه متفق هستند و جمهور علما بر همین قول هستند که این گونه حدیث ها را در بخش فضائل حتی ضعیف هم باشن قبول کردن جایز هست. اما برای این قبول کردن 3 شرط وجود دارد که امام ابن حجر این رو ذکر کرده است. شرط یکم این است که حدیث ضعیف وقتی که ضعیف باشد باید ضعیفی شدید نباشد، یعنی که ضعف همین حدیث یعنی که ضعیف بودن همین حدیث ضعیفی شدید نباشد. دوم حدیث باید در زیر اساس شرعی که به آن عمل کرده می شود قرار گیرد، یعنی که برای ثابت کردن همین دعا یا اینکه برای ثابت کردن همین استحباب بودن مستحب بودن همین عمل و غیره یا همین قصه باید یگام خیلی اصل باشد در شریعت، یگام خیلی اساس باشد، یعنی که یگام اشاره باشد در منبع های عمومی و اساسی شریعت. و سوم شرط همین است که هنگام عمل کردن به همین حدیث ضعیف آدم نباید باور کند که و اعتقاد داشته باشد که این قطعی هست، این یعنی به پررگی ثابت شده است و یا اینکه این سنت هست. باید این خیل اعتقاد و این خیل نیت نداشته باشد، این خیل باوری نداشته باشد. فقط اگر عمل کند در بخش فضائل به حدیث ضعیف باید از سبب احتیاط عمل کند، یعنی که چی؟ یا اینکه احتیاط، یا اینکه میتوانیم بگوییم که از سبب امید کردن به ثواب. اگر حدیثی باشد که به عمل کردن تشویق بدهد، حدیث ضعیف باشد، آدم میتواند که به فکر کردن به نیت کردن که این سنت هست به آن از جهتی امید کردن به ثواب عمل کند. و اگر حدیث ضعیفی باشد که از یگام عمل باز می‌دارد، از سبب احتیاط آدم میتواند که از آن عمل پرهیز کند. یعنی این هست شرطی سوم. اکنون برای تفاصیل این بخش من برای شما بعضی سخنهای علما رو پیش میکنم. قول علمان از 4 مذهب. این صحیفه هایی که در طرف چپ میبینید من از همین کتابی حکم عمل بالحدیث ضعیف به شما پیش میکنم. البته این چاپی قبلیش بود، چاپی نوش کمک دیگر هست، برای همین صحیفه ها رو پیش نکردم. همین که خیلی کتابی رساله یعنی کوچک هست، خرد هست، به آسانی آدم پیدا کرده میتواند. به هر حال من در اینجا عکسی همین تصویر همین کتاب رو هم گذاشتم. پس نظر کنید که در اینجا در باب سوم همین عالم همین شیخ چی میارد؟ اقوال اهل الفقه رو میارد، یعنی که از جهتی 4 مذهب و امامان 4 مذهب و عالمانی که یعنی پیروانی همین 4 مذهب می باشند بعضی اقوال های همین عالمان رو پیش میکند. پس میگوید که از مذهب حنفیه عالمی مثلا الکمال ابن الهمام در فتح القدیر گفته است فإن صح و الا فالضعيف غیر الموضوع يعمل به في فضائل الاعمال. گفته است که امام ابن الهمام گفته است که اگر حدیث صحیح باشد پس خوب و اگر نه
یعنی که و الا در اینجا آمده است، پس تا آن دمی که موضوع حدیثی ساخته نباشد، حدیثی بافته نباشد، در فضایل اعمال عمل کردن می شود. دیدید که چه خیلی در اینجا نوشته است که فضایل الاعمال. در اینجا من فهمیدم که در بخش فضایل اعمال در بین فقیهان و علمان محدثین اتفاق است، زیادی آنها بر همین متفق هستند که اگر حدیث موضوع نباشد، ضعیف باشد، انسان میتواند که آن حدیث ضعیف را فقط به بخش فضایل اعمال استفاده کند، فقط برای قصه ها، دعاها، برای تشویق دادن یکم عملی خوب یا برای مثلا پرهیز کردن از یکم عملی ناشایسته استفاده کند و یعنی از آن احکام ثابت کردن نمی شود، یعنی حکم فرضیت و وجوب و حکم حرمت و یعنی حرام بودن و غیره را ثابت کردن نمی شود، چون که دلیل خیلی ضعیف هست. اما از این خیلی دلیل چی ثابت کرده می شود؟ استحباب و یعنی کراهت و غیره. برای همین هست شما یعنی فقه می آموزید، از همین سبب هست که ما برای بعض عمل ها می گوییم که مکروه هست، مکروه تنزیهی هست، یا اینکه چیست؟ چی میگویم؟ مستحب هست، برای که همه این کلمه ها، این اصطلاحات بر دلیل های این عمل ها وابسته است. اگر دلیل قوی باشد، کلمه های قوی تر را داده می شود برای همان عمل، یعنی که آن عمل را فرض یا واجب و غیره گفته می شود. اما اگر خودی دلیل کمزور باشد و یعنی سست باشد، عمل هم از این جهت چی می شود؟ عمل یا مستحب یا اینکه مکروه و غیره می شود. و بعدا در اینجا من ترجمه نکردم، وقت نداشتم، اما گفته است که قال ابن حجر فی شرح الاربعین، امام ابن حجر اسقلانی یکی از محدث و فقیهان مذهب شافعی می باشد، چی می گوید که اگر این حدیث اگر در اصل، یعنی که والله اعلم، الله بهتر میداند، اما اگر در اصل این حدیث صحیح باشد، این حدیثی که ضعیف معلوم می شود در اصل اگر صحیح باشد، پس بر آن عمل شده است، پس حقش رو گرفته است. اما اگر این حدیث در اصل صحیح نباشد و در اصل ضعیف باشد یا در اصل نباشد، پس عمل کردن به این حدیث یکم خیلی مفسده رو پیش نمی آورد، چون که ما یکم عمل رو حرام یا اینکه حلال نگفته ایم و حق یکم کسی ضایع نمی شود. یعنی که این رو در نظر دارد که مثلا اگر در یکم حدیث ضعیف به خلاف یکم عمل، به خلاف یکم کار اگر وعید باشد و انسان از جهتی کراهت چی کند؟ پرهیز کند، پس اگر در اصل او حدیث اگر صحیح باشد، چی کرده؟ شخص با همان حدیث عمل کرد، حقی همان حدیث رو به جای آورد، از همان عمل پرهیز کرد. اما اگر در اصل حدیث صحیح نباشد و در اصل این حدیث هم نباشد، پس انسان از پرهیز کردن از یکم کار، یکم خیلی حق یکم کس رو نگرفته است و یکم چیز را حرام و حلال نکرده است. و در اینجا میگوید که ابن الهمام گفته است که یجوز و یستحب العمل فی الفضائل و ترغیب و ترهیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا. همین است، یعنی عینی گپی امام ابن الهمام که میگوید که جایز هست و مستحب هست عمل کردن در بخش فضائل اعمال، در بخش ترغیب و ترهیب، یعنی که تشویق دادن به عملی یا وعید دادن، ترساندن از یکم عملی بد، یعنی جایز هست و مستحب هست که بر حدیث ضعیف چی کرده شود؟ عمل کرده شود، با شرطی که آن حدیث موضوع نباشد، ساخته نباشد. و این چنین در بخشی یا از مذهبی امام شافعی از شافعیه. در اینجا قول امام نووی آمده است در مقدمه المجموع که میگوید قال العلماء الحديث ثلاثه اقسام. دقت کنید که این عالمی شافعی هست. در اینجا من قول ابن الهمام رو پیش کردم که عالمی حنفی می باشد و در اینجا امام نووی هم محدث هست، مصنف ریاض الصالحین شاید شما بشناسید، هم محدث هست و هم فقیه شافعی هست. چی میگوید؟ علما گفتند که حدیث سه نوع هست، حدیث صحیح، حسن و ضعیف. و بعداً چی میگوید؟ میگوید که آنها گفتند که در مسائل احکام فقط از حدیث های صحیح و حسن دلیل آوردن جایز هست. این رو ما قید کردیم. اما برای حدیث های ضعیف استفاده آن در مسائل احکام و عقاید جایز نیست. این رو هم من برای شما پیش کردم. اما برای استفاده در مسائل حکایه ها، فضائل، ترغیب و ترهیب جایز هست. یعنی که حدیث ضعیف برای این بخش ها جایز هست استفاده کردنش. و در عربی در اینجا آمده است که والضعیف فلا يجوز الاحتجاج به في الاحکام والعقائد. ضعیف جایز نیست احتجاج، یعنی که از ضعیف، از حدیث ضعیف احتجاج، یعنی که حجت گرفتن، دلیل گرفتن جایز نیست در بخش احکام و عقاید، اما جایز هست در بخش فضایل اعمال و ترغیب و ترهیب و غیره. خب و این چنین امام نووی بر این اتفاق را ذکر کرده است که علما
در این بخش متفق هستند جمهور علما در بخش فضایل اعمال حدیث ضعیف را برای ثابت کردن استحباب یا کراهت میگیرند. و در بخش مذهبی امامی مالک، امام ساوی در حاشیه خود میگوید که اما در مسائل فضائل، یعنی بعد از آن که ذکر میکند، یعنی که در اینجا قول امام غزالی را میآورد و میگوید که در بخش مسائل فضائل، آداب و غیره، حدیث های ضعیف و روایت های نقل شده از سلف صالح، یعنی اثرهای سلف صالح استفاده برده میشوند. امام ابن عبدالبر که خودش مالکی هست گفته است برای حدیث های فضائل راویان قوی و با اعتماد لازم نیستند، یعنی که ضروری نیست که برای حدیث های فضائل راویان درجه اعلا، درجه صحت و درجه حسن لازمی نیست. میتواند که راویان سستر هم باشد، راویان ضعیف کافی می باشد برای بخش فضائل و غیره. و آخران از مذهب امام احمد از حنابلة، در اینجا مثلا امام ابن تیمیه یکی از عالمان مذهبی حنبلی می باشد، در مجموع الفتاوی گفته است که ولهذا كانوا يسهلون في اسانید احادیث الترغیب و ترهیب ما لا يسهلون في اسانید احادیث الاحکام، یعنی که بعد از آن که کمک میفهماند میگوید که بنابراین علما در اسانید حدیث های ترغیب و ترهیب ملایمت میکردند، سهل میکردند، یسهلون سهل یسهلو، سهل میکردند، آسانی میکردند، یعنی اونقدر شدید نبودند، در حالی که در اسانید احادیث احکام چنین ملایمت رو نمیکردند، یعنی که ملایم نبودند، خیلی شدید بودند. و در اینجا ابن مفلح هم یکی از عالمان مذهبی حنبلی می باشد که یک فصل رو می آورد در عمل کردن بر حدیث ضعیف و روایت کردنش و التساهل فی احادیث الفضائل دون ما تثبت به الاحکام والحلال والحرام، یعنی که در اینجا هم میگوید که ما باید اشاره کنیم برای آن که عمل کردن به حدیث ضعیف والذی قطع به غیر واحد، یعنی که در اینجا هم عین چیز رو ذکر میکنند که یعملو بالحدیث الضعیف فيما ليس فيه تحلیل ولا تحریم كالفضائل، که به حدیث ضعیف عمل کرده می شود اما در آن بخش های نیکی درباره حلال و حرام باشد، فقط در بخش های فضائل. و از امام احمد هم همین چیز ذکر شده است، چیزی روایت نقل شده است که به همین موافقت میکند. و اکنون من برای شما اینجا رو نظر کنید و خودی همین کتاب داخل میشویم. صحیفه اول رو نشون میدیم، حکم العمل بالحدیث الضعیف عند المحدثین والفقهاء، از همین عالم معاصر که اقوال عالمان سلف رو پیش میکند. البته این نسخه قدیمیش هست که در پی دی افش موجود هست، اما من خودم نسخه اصلیش نمیدانم در کجا ماندم، نیافتم پیش از درس، برای همین از پی دی اف استفاده میکنم. اولا در باب اول، در مبحث اول میآورد که عمل کردن بر حدیث ضعیف در فضائل، و بعداً میبینید که در اینجا اقوال اهل الحدیث فی ذلك من مجیزین و مانعین، یعنی از عالمان حدیث کسانی که اجازت میدادن این را و کسانی که منع میکردن. کسانی که منع میکردن خیلی کم بودند، اما این هم یک قول هست. اما ما در مذهب امام ابو حنیفه و این چنین جمهور علما ما چی میکنیم؟ همین قول رو پیروی میکنیم که جایز هست در فضایل اعمال استفاده بردن از احادیث ضعیف تا وقتی که سه شرط رو پورا بسازد. پس در اینجا اگر نظر کنید، این کتاب رو شما ندارید اما من میتونم که این کتاب رو به شما روان کنم. خب اولا در اینجا میگوید که قال الخطیب البغدادی فی الکفایه فی علم الروایه. آیا باید دارید که امام خطیب البغدادی کیست؟ یکم کس به من گفته میتواند؟ من درباره این عالم گفته بودم، کمک معلومات داده بودم، یک کتابش رو پیشنهاد کرده بودم. یکم کس باید دارد که خطیب البغدادی کیست، کدام سال وفات کرده بود؟ خب من خودم میگویم ان شاء الله، بعد به شما اشاره میکنم همون رو بعد از درس بخونید که کمک بشناسید، کتاب‌های علمی رو هم بشناسید و عالمان علمی رو هم بشناسید، خیلی مهم هست. خب پس امام الخطیب البغدادی که در اینجا میبینید، چون که وقتی که قدر این عالم را ندانید، درجه و مرتبه این عالم را اگر نشناسید، پس گفتهش یعنی چی فرق میکند به شما؟ از این سبب است که من کمک درباره الخطیب البغدادی برای شما میگویم که نام خطیب البغدادی ابوبکر احمد ابن علی هست که مشهور هست به نام همین الخطیب البغدادی. وفاتش سال 463 هجری بود و این یکی از عالمانی هست که کتابای زیادی در باره علم حدیث نوشته است. اینقدر عالمی بلند مرتبه بود در فن حدیث که چنانی که امام ابن نقطه تعریفش میکند و میگوید که همه آدمان عادل، کسی که انصاف دارد، کسی که عادل باشد، گپ انصاف رو، گپ عادلانه رو اگر بزنند، میدانند که و میگویند که محدثین بعد از الخطیب البغدادی به کتاب‌های او تکیه میکردند.
پس این چی میگوید در کتابش الکفایه فی علم روایه گفته است. الحمدلله من کتاب رو خواندم، کتابی خیلی خوب هست، کتابی خیلی اول هست، یعنی قدیم هست در علم حدیث که حالا اگر کتاب ها رو نظر کنید خیلی کتاب ها با ترتیب و با تنظیم چاپ می شوند، اما این کتابی هست که موضوعاتش خیلی الدرش هست اما خیلی مفید هم هست و امام خطیب البغدادی برای هر گپش سند پیش می کند. همین عادتش هست، در کتاب هایش برای همین طولانی و دراز هست، برای که پر از اسانید هست. به هر حال میگوید باب می آورد باب تشددی فی احادیث الاحکام و التجوزی فی فضائل الاعمال. میگوید که باب در مورد سختگیری در حدیث های احکام، سختگیری کردن در حدیث های احکام و اجازت دادن، تجوز اجازت دادن یا ملایمی کردن، جایز گفتن در حدیث های فضائل اعمال. میگوید که قد ورد عن غیر واحد من السلف انه لا يجوز حمل الاحاديث المتعلقه بالتحليل والتحريم الا عمن كان بريئا من التهمه بعيدا من الظنه. اولا میگوید که یک چند نفر از سلف صالح از آنها روایت شده است که آنها گفتند که نباید حدیث های مربوط به حلال و حرام را از کسی قبول کرد مگر از شخصی که از تهمت پاک باشد و دور از شبهه باشد. این را ما علاقه قید کرده ایم. اما بعدا میگوید که و اما احادیث الترغیب والمواعظ و نحو ذلك فانه يجوز كتبها عن سایر المشایخ. اما حدیث های ترغیب دادن، حدیث های فضائل را یعنی در نظر دارد، حدیث های مواعظ، ذکر و مواعظ که هست و دیگر احادیثی که به مانند همین بخش ها هست اجازت داده می شود، یجوز و جایز هست که آنها را از دیگر مشایخ بگیریم، یعنی از مشایخی که یعنی راویانی که اونقدر درجه بالا ندارند. و بعدا در همین کتابش چندین یعنی سخنهای عالمان محدثین رو پیش میکند، عالمان سلف صالح رو پیش میکند که آنها هم در بخشی یعنی فضائل سستی میکردن، ملایمی میکردن. مثلا امام سفیان الثوری چی میگوید؟ لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. یعنی که میگوید که این دانش رو، این علم رو، یعنی که این علم حدیث رو، در آن وقت خیلی علمی حدیث مشهور بود، خب یعنی گرفتن روایت ها، میگوید که این علم رو یعنی حدیث رو در بخش حلال و حرام فقط از راویانی که مشهور هستند، از راویانی که از پیشوایانی که مشهور با علم هستند از آنها بگیرن، یعنی که از راویان قوی و مستحکم بگیرن، کسانی که زیاده و نقصان را یعنی که در بخش حدیث آگاه هستند، خوب میدانند. اما اگر در بخش حلال و حرام نباشد جایز هست که از راویان سستر هم بگیرد حدیث. و این چنین از خود امام احمد بن حنبل روایت شده است که اذا روینا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید. یعنی که وقتی که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حلال، حرام، سنت ها، احکام وقتی که روایت میکنیم در سند ها سختگیر هستیم، تشددنا شدید هستیم، یعنی که خیلی شرایط بلند، مرتبه رو بلند و سخت رو میگذاریم. اما بعداً چی میگوید؟ و اذا روینا عن النبی صلی الله علیه و سلم فی فضائل الاعمال و ما لا یضع حکما ولا یرفعه تساهلنا فی الاسانید. اما وقتی که ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره فضایل اعمال و آن چیزهایی که یعنی حکم را مقرر یا بیکار نمیکنند، یعنی که درباره احکام نباشد، وقتی که در این بخش های فضائل وقتی که ما روایت میکنیم در سندها ملایمت میکنیم، ملایم هستیم، تساهل یعنی که سهل داریم. خوب این بود امام احمد. و امام سخاوی هم در فتح المغیث، من وقتی که بعضی امام ها و کتاب های مشهوری آنها رو پیش میکنم خواهش است که حفظ کنید. مثلا من میخوام که بپرسم مثلا عایشه فتح المغیث کی تصنیف کرده است یا کتاب کی می باشد و شما با من باید جواب بدهید که مثلا امام سخاوی کتاب فتح المغیث را تصنیف کرده است. اگر من بپرسم خب تدریب راوی تصنیف کرده کیست، باید شما بگید امام سیوطی و مثلا تقریب النووی کتاب امام نووی و غیره. این خیلی باید تیز همه عنوان‌های کتاب‌های حدیث را بدانید، مخصوصاً کتابانی سلفی یعنی صالح، یعنی که عالمانی که از اول آمدن و آهسته آهسته عالمانی بعدی هم، یعنی که از اول سر میکنید کتاب‌ها رو شناخته، عالمان رو شناخته و آهسته آهسته پایان میآید در تاریخ. پس امام سخاوی هم یکی از عالمانی برجسته حدیث می باشد، محدث می باشد که این در فقه شافعی بود، محدثین قبول میکنن این را. این عالم را چی میگوید؟ میگوید که وسهلوا في غير موضوع رووا حيث اقتصروا على سياق اسناده من غير تبيين الضعف، یعنی که تبيين للضعف، در نسخه دیگر این تبيين للضعف می آید، لكن فيما يكون
في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحو ذلك خاصة. میگوید که عالما آنها سهل کردن، آنها ملایمی کردن، آنها یعنی که محدثین، عالمان حدیث ملایمی کردن، سبوکی نشان دادند در غیر حدیث های موضوع. یعنی که حدیث اگر موضوع کی باشد، بافته باشد، ساخته باشد، ما یک طرفش میکنیم، خط میزنیم حدیث را. اما اگر حدیث موضوع نباشد، باید به قدر همان صحتش باید به حدیث قدر داده شود. پس میگوید که اگر حدیث موضوع نباشد، عالمان حدیث سبوکی نشان دادند در مورد حدیث های ضعیف، حیث اقتصروا، وقتی که تنها به وارد کردن، به روایت کردن سندهای آنها کفایه کردن، فقط سندهای حدیث های ضعیف را پیش میکنند، اما نمیگویند که این ضعیف هست فقط. اما در بخش ترغیب و ترهیب، مواعظ و قصه ها و فضایل اعمال، یعنی که یک هدف من یک چیز هست، همه اینها یک چیز میگویند، فقط همین خیل خودی سخنهای آنها را پیش کردن. و آخران سخن امام سیوطی، چون که امام سیوطی یکی از عالمان برجسته حدیث می باشد، این هم در فقه شافعی بود. در تدریب و راوی چی میگوید که شرح تقریب امام نووی هست، میگوید که و یجوز عند اهل الحدیث و غیرهم التساهل فی الاسانید، یعنی الضعیفه، یعنی که چی؟ اجازت هست، جایز هست در نزد اهل حدیث، در نزد یعنی عالمان حدیث، محدثین، و حتی در نزد دیگران، یعنی که در فقیهان هم، در نزد امامان فقیه هم، تساهل یعنی که ملایمت کردن، سبوکی کردن در اسانید حدیث های ضعیف. و روایت در از اینجا دوام میدهم، و روایت ما سوى الموضوع من الضعیف والعمل به من غیر بیان ضعفه في غیر صفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. یعنی که روایت میکردند آن حدیثی را، آن چی که غیر از موضوع باشد، روایت نمیکردند موضوع حدیث را. اما حدیثی که ضعیف باشد، موضوع نباشد، فقط کمی ضعیف باشد، روایت کردن آن را جایز میشماریدند و به آن عمل هم میکردند، به غیر از بیان کردن ضعف آن. اما فی غیر صفات الله تعالی، اما باید حدیث های ضعیف در غیر صفات الله تعالی باشد، یعنی که در مورد عقاید نباشد و این چنین در مورد حلال و حرام نباشد، چون که در اینجا میگوید احکام کالحلال والحرام و غیرها، و میگوید که باید این فقط در بخش قصه ها باشد، در بخش فضایل اعمال، چون که در اینجا میبینید میگوید که این فقط جایز هست در حکایه ها، در قصه ها، در فضایل اعمال، در مواعظ ها و غیره، بخش هایی که تعلق ندارن، لا تعلق له، بخش هایی که با عقیده و احکام رابطه ندارن، ارتباط ندارن. خوب، و میگوید و ممن نقل عنه ذلك ابن حنبل و ابن مهدی و ابن المبارك قالوا اذا روينا في الحلال والحرام شددنا و اذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. آخران گپش همین است، میگوید که و این قول از کسانی که از آنها این قول روایت شده هست، کیها هستند؟ ابن حنبل، یعنی که احمد ابن محمد ابن حنبل، یعنی امام احمد، امام ابن مهدی، امام ابن المبارک. آنها چی گفتن؟ وقتی که ما حدیث روایت کنیم در بخش حلال و حرام شددنا، ما سختگیر هستیم، اما وقتی که ما در بخش فضائل روایت کنیم ما سست هستیم، سبکتر میگیریم اسانید را. خب پس در اینجا انشاءالله درس ما به انتها میرسن. این بود بخشی ضعیف، امیدوارم که همش واضح باشد. اگر نباشد سوالهای خود را بعداً بپرسید. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.